سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در بازار میوه و تره‌بار عاقلیه لاهیجان. امروز 20 مهر ماه و ساعت حدود 11 صبح هستش. بازار عاقلیه جنب میدان عاقلیه و در نزدیکی پل خشتی لاهیجان قرار داره. از تابلو این بازار مشخصه که محلی برای فروش انواع میوه و سبزیجات هست، ولی در واقع به همین محدود نمیشه و محلی برای عرضه انواع محصولات محلی و کشاورزی و دامی هم هست. شما میتونید حتی در این بازار ماهی تازه هم پیدا کنید. ماست، پنیر، تخم مرغ، سبزیجات سرخ شده همه در این بازار وجود داره و حس یک بازار کاملا محلی رو میتونید تجربه کنید. ساعت کار این بازار از صبح زود تا غروب هستش و بهترین ساعت برای خرید محصولات تازه ساعت اولیه روز هستش. در ضمن اگر به این بازار اومدین به پل خشتی که در نزدیکی این بازار هست سری بزنید. قبلا در کانال ولاگ مربوط به بازار اصلی شهر لاهیجان، قدم زدن در شهر لاهیجان، گردش در پل خشتی، رانندگی در سطح شهر لاهیجان و همچنین جاهای دیدنی لاهیجان رو در کانال قرار دادیم که لینکش رو در قسمت توضیحات این ویدیو و یا در پلیلیست مربوط به شهر لاهیجان وجود داره. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
خیار گوجه بادمجان